TX تخم مرغاییه که توی چای درستش کردن. توی چای برگ چایی رو تفت میدن، بعد یه کمی هم بهش ادویه میزنن، بعد تخم مرغا رو که اول میپزن، بعد پوستشون رو ترک میندازن توی محلول چایی و همون چیز اسپایس و اینا، اینجوری میشه. بعد رویش قهوه‌ای میشه، یه ذره طعم میگیره، طعم ادویه میگیره، داخلش هم سفیده مثل تخم مرغ معمولی. خوبه، خوشمزه است. همه 7-11 و همه فروشگاه‌های بقالی طوری دارن از اینا، گرمم هست، داغه. خوبه دیگه. مثلا اگر جایی رو پیدا نکردی که رستوران طوری باشه، میتونی بیای و از این تخم مرغ سفارش بدی اینجا. خیلی هم ارزونه، دونه‌ای 10 تا که میشه، مثلا من 2 تا گرفتم، میشه 1/3 $1. خوبه. بذار پوستم بکنم. رد ترک چایی و محلول چایی اینجا رو فوت کردم معلومه.